سلام بچه ها، خوش اومدید به کانال خودتون کاپیتانو. من کاپیتان هستم و تو این ویدیو قراره که یه آموزش خیلی خفن داشته باشیم از آموزش بخش اچیومنت های پابجی موبایل. تو این ویدیو قراره که بهترین، در واقع راحت ترین اچیومنت های قابل انجام رو بهتون بگم. و رفتم به بخش اچیومنت ها، ببینید اینجا بخش 1 2 3 تا فکر کنم بخش 5 رو هانر باید بزنید و اینجا رو بخش اچیومنت باید کلیک کنید. ببینید نوشته اچیومنت، تایتل نه اچیومنت. خب ببینید اچیومنت ها هرچی بیشتر انجام بدید بهتره، جوایز ارزنده تری میتونید بگیرید، از کوپن های پرمیوم گرفته تا کلی جوایز و تایتل و چیزای خیلی خفن. ببینید این بخشی که اینجاست الان چند تا از اچیومنت های تکمیل شده اما من گذاشتم. کلا اچیومنت هایی که شما انجام دادید، اونایی که خیلی مثلا خوب بوده رو میتونید بذارید. اگر روی این بخش پرمیوم کریده یا همون اون پایین کلیک کنید، در واقع جوایزتون با هر امتیاز رو بهتون نشون میده. مثلا ببینید این بخش گردونه های در واقع رایگان لاکی اسپین تازه اضافه شده. ببینید بچه ها، برای همین همیشه میگم اچیومنتاتون رو تا حد ممکن تا آخر انجام بدید. چرا؟ چون الان میبینید قبلا تا بعد از 6500 اگه اشتباه نکنم نبود هیچ چیز دیگه ای، ولی الان بیش از در واقع 6500 شما گردونهای لاکی اسپین رایگان میتونید بچرخونید که در واقع اصلش با یوسیه، ولی اگه داشته باشید اون در واقع کوپناشو میتونید رایگان 10 بار بچرخونیدش. خب ببینید روی این 3 نقطه که بزنید همه اچیومنت ها رو بهتون نشون میداد. روی این علامت تاج بزنید اچیومنت های خیلی خفن رو بهتون نشون میده. الان ببینید مثلا به 2800 تا اچیومنت پوینت برسید اونو بهتون میده، اون تایتل. اگه به 6000 تا برسید اینا رو میده. ببینید این ست متیک خیلی خفن و خوشگل، خودم واقعا این ست رو خیلی دوست دارم، واقعا قشنگه، استایلش خیلی زیبا طراحی شده. میبینید مخصوصا روی کاراکتر زن و واقعا جذاب. یعنی یکی از بهترین جوایزی که شما وقتی به 6000 تا اچیومنت پوینت برسید بهتون میده. یه تایتل متیک هم میده که خود اینم فوق العاده است چون تایتلش متیکه و خیلی کمیابه. و این اچیومنت های دیگهش که خب واقعا هم سخت انجامش. مثلا ببینید این میگه 1000 تا لایک باید بگیرید، خب واقعا سخته. منی که حداقل 4 ساله دارم پابجی پلی میدم تازه 500 تا هم هنوز نگرفتم. این یکی بعدی میگه که مثلا ببینید 300 تا باید ست داشته باشید، 20 تا همین چیز دیگه و کلا اگه اینا رو داشته باشید خب این در واقع تایتل رو بهتون میده. این تایتل خیلی سخت نیست ولی خب کلا تایتلش خوبه. و این یکی که خیلی دیگه چیز سخت و کلا عجیبیه، میگه باید به لول 100 برسید. اصلا تو پابجی نمیدونم چند تا لول 100 داریم واقعا. حالا این بخش گان که بزنید اچیومنت های مربوط به اسلحه رو میگه. مثلا ببینید یکی از اونایی که پرمیوم میده اینه، میگه که شما باید 20 تا کیل توی یه مچ بزنید. ببینید اینو خیلی اشتباه میگیرن. این میگه که 20 تا کیل رو باید توی یه مچ بزنید، نمیگه 20 تا کیل کلا بزنید، میگه 20 تا کیل انمی توی یه مچ بزنید 6 تا کوپن پرمیوم بهتون میده و واقعا عالیه. یعنی 6 تا میده ولی خب واقعا سخته. این یکی میشنه در واقع اچیومنت ریوایوه. این یکی رو من واقعا دارم سعی میکنم انجام بدم. میگه که باید 500 بار یارتون رو ریوایو کنید. میتونید با یکی از دوستاتون برید، هی مثلا دوستتون ناکشه و شما هی ریوش بدید تو مچ های مختلف و واقعا خیلی خوبه دیگه. میبینید 6 تا پرمیوم میده اگه 500 بار ریوایو بدید. واقعا خفنه و میتونید پرمیوم کریداتون رو زیاد کنید برای زمانی که یکان آپگریدی تو پرمیوم کرید اومد و میتونید با 120 تا اونو گارانتی شده دریافت کنید. پس حتما بذارید 120 تا بشه بعد بزنید و همیشه هم نگه دارید برای یگان خیلی خوب. مثلا برای مثلا مینی چند وقت بهش اضافه شد یا مثلا اسکیس و اینا نزنید، بذارید برای یگانه خیلی خوب. الان یگانه 8 لول است، من سعی دارم بگیرمش، اگه بشه ویدیوش هم میذارم. ببینید بعدی این یکی کلا این بخش میگه اچیومنت هایی که شما با زدن انمی باید تعداد مشخص بهتون پرمیوم کرید میده. مثلا ببینید 1000 تا این اسنایپر مستر. ببینید یه مستر اسنایپر داریم، یه اسنایپر مستر. اسنایپر مستر میگه بعد شما 1000 تا انمی رو بکشید. مستر اسنایپر حالا بعدا بهتون نشون میدم، اون یه فاصله معینی داره زدنش.
حالا ببینید این یکی بخش میگه که 2000 تا انمی رو باید با گان AR بکشید و 10 تا هم پرمیوم میده. کلا اینا رو سعی کنید کم کم انجام بدید. این فیسته به نظر من از همه راحت تره. میگه شما باید 200 انمی رو فیست کنید، یعنی با مشت یا با کلا میل بکشیدش و 10 تا پرمیوم میده. 200 هم بیشتر نمیخواد، شما میتونید باتا رو بزنید. ببینید اینجا وقتی تا این تعداد برسید فکرم 100 تا بود، این در واقع پناه میده. این پناهش هم واقعا باحال و خوشگله، کلاسیکه و خیلی قشنگه دیگه، عملا جذابه. آره 100 تا بود، به 200 هم برسید 10 تا پرمیوم کریت میده. اول سعی کنید اینو انجام بدید. یه دونه هم حالا بود برای کولت، اون کولتر هم سعی کنید انجام بدید. من انجامش دادم، اگه اینجا حالا من پیداش کنم که پیداش هم نکردم. اون کولتر رو من انجام دادم و 10 تا پرمیومشو گرفتم. کولتر هم خیلی خوبه، اون اول انجام بدید، بعد این مشته و بعد به ترتیب هر کدوم که نزدیکتر بود انجام بدید. کلا سعی کنید بات ها رو با این روش بکشید، مثلا نید انمی رو با کولت بخواید بزنیدش واقعا سخت میشه. ببینید این بخش مدال ها تعداد ویناس اکثرا. ببینید این مثلا میگه 50 وین ناسا بگیرید. من چون خودم خیلی ناسا بازی میکنم اون انجام دادم. فکر کنم 4 تا یا 3 تا، فکر کنم 4 تا یا 2 تا هم کوپن کلاسیک میداد و خیلی خوب بود. این مثلا میگه 20 تا مچ پایلوت باید وین بگیرید. آها اینا، این مستر اسنایپر، اون اسنایپر مستر رو بهتون توضیح دادم. این مستر اسنایپره، شما میگه 200 تا انمی رو از فاصله بیشتر از 250 متر اگه بکشید بهتون 10 تا پرمیوم کریت یا جعبه طلایی میده و خیلی خوبه. حالا این یه روش خاصی داره، شما میتونید انمی مثلا بات رو توی یه مچ ناک کنید و بعدش ازش 250 متر بیشتر فاصله بگیرید و بعد این برای شما این مستر اسنایپر حساب میشه. ببینید خیلی سخت. الان برای من که این همه پلی دادم کلا 18 تا حساب کرده و شما با این تکنیکی که الان گفتم، یعنی ناکش کنید بعد 250 متر ازش فاصله بگیرید به بالا، 250 متر بیشتر از 250 متر فاصله بگیرید و براتون خودکار حساب میشه. 250 متر هم واقعا فاصله زیادیه. شما یه مارک کنید تو نقشه متوجه میشید که چه فاصله بالاییه. این یکی مثلا میگه که 50 تا وین اگه تو لیویک بگیرید میبینید 2 تا جعبه کلاسیک بهتون میده. این یکی میگه که 50 تا مچ تو ویکندی وین کنیم کلا 6 تا کوپن میده. چه کاریه این؟ عملا قابل انجام نیست، واقعا نمیفهمم چرا اینو گذاشتم. این قابل انجامه ولی خب 6 تا کوپن کلاسیک ارزش 50 تا وینو نداره واقعا. خب بخش بعدی این یکی بخشه که به تقریبا میشه گفت نه این داراییاتون نیست، این کلا بعضی از اچیومنت های دیگه است. این یکی اچیومنت، این اچیومنت میگه باید 500 تا مچ آرکید پلی بدید و این مچ هم اینم واقعا خیلی سخته. این کسایی که آرکید پلی میدن میتونن اینو انجام بدن. حالا یه تکنیک خیلی خفن داره انجامش. میتونید شما مچ آرکید رو پلی بدید و بعد برید تو زون. اینم ستشه که بکنم 1000 تا پلی بدید میده، خوشگله. داشتم میگفتم شما میتونید مچ رو پلی بدید و خب میدونید اون یه زون مشخصی داره، توی اون در واقع از زون خارج بشید. از زون که خارج بشید خیلی سریع دمیج میکنید و میمیرید. این کارو میتونید مثلا روزی 10 تا یا 20 انجام بدید و بعد از مثلا 10 روز یا 20 روز شما میتونید اونو تکمیل کنید و خب 10 تا هم پرمیوم میداد دیگه تو 500 تاش. این یکی هم میگه که شما باید لولتون به 60 و 80 به ترتیب برسه. حالا عدد دیگه هم داشت، من جوایزشو گرفتم. میگه باید به 60 برسه، 2 تا کوپن پرمیوم میده. خیلی سخته ولی خب سعی کنید با پلی دادن زیاد اونو به دست بیارید. این هم ایو لول یا همون بخش گان گیم اگه اشتباه نکنم. میبینید به 60 برسه 2 تا میده باز پرمیوم کریت. بخش بعدی یا این بخش لباساست یا کلا داراییاتون. مثلا میبینید این یکی
الان این در واقع اسکین گاناییه که شما دارید، فرقی نمیکنه متیک باشه یا پایین ترین اسکین گان. وقتی شما به 25 تا برسید، من جایزه‌شو گرفتم، 6 تا جعبه طلایی یا جعبه پرمیوم میده و واقعا کارایش یعنی واقعا عالیه. شما یعنی با 25 تا اسکین گان میتونید بهش برسید و اگه فکر کنم 50 تا هم داشته باشید، این در واقع اسکین لژند اسکارل که واقعا زیبا و جذابرم بهتون میده. خیلی خودش قشنگ نیست ولی خب لژند حداقل. این اسکین چتراست، فکر کنم اگه به 10 تا میرسیدید کلاسیک میداد، حالا من انجامش دادم. اگه به 20 تا برسید این در واقع چتر رو میده. این چترش هم واقعا خوشگله و کلا جذابه. کسایی که الایت میکنن اکثرا این جوایز رو گرفتن به خاطر جایزهای الایت. من بیشتر برای کسایی دارم میگم که الایت نمیکنن و بدون خرج کردن دارن بازی میکنن، اونا باید میتونن مثلا این جوایزم بگیرن و پرمیوماشون رو جمع کنن. این یکی اچیومنت هم میگه که شما باید به 300 تا حالا ست پوشیدنی برسید و اگه به 300 تا برسید این ست رو بهتون میگه که واقعا خوشگله، واقعا دوستش دارم. یکی از ستاییه که واقعا دوستش دارم منم. میبینیم گوشه قلب 1.2 میلیون لایک هم خورده. این ست خیلی خوشگله، واقعا عملا زیباست و نماد ثروت و دارایی است. بچ نماد ثروت، واقعا قشنگه. اینها 1.2 میلیون لایک خورده، واقعا قشنگه. ولی خب 300 تا باید داشته باشید دیگه، در موقع چیز پوشیدنی حالا از ست کفش فرق نمیکنه. یکی میگه که باید شما مثلا تا 5 تا ست پرمیوم داشته باشید. در واقع آره پرمیوم بود، نه پرمیوم نبود، متیک، اشتباه گفتم، قاطی کردم و پرمیوم کردم. باید تا 5 تا ست متیک داشته باشید، بهتون 4 تا کلاسیک میده. 10 تا داشته باشید 10 تا کلاسیک میده و کلن جوایزش خیلی خفنه. میبینید یه تایتل میده 50 تا 300 تا بشید، یه از این قابا میده و به 500 تا برسید اینو میده و واقعا خوشگله. این خیلی سخته شما به 500 تا برسید، چون میدونید هر بار که الایت میکنید اگه اشتباه نکنم یه ست کلن متیک بهتون میده و فکر کن مثلا باید 500 بار یارو الایت کنه به اون برسه. واو واو. اینجوری حالا کسایی که الایت میکنن ولی این در واقع اچیومنت پرمیوم بیشتر براشون جلو رفته. خب بخش بعدی این بخشه که در واقع بخش فرنداست. مثلا این یکی میگه که باید به 500 تا چیکن برسید، چون چه اشتباه دارم میدم کلا باید به 50,000 تا چیکن برسید. این یکی بعدی میگه که باید 120 تا فرند داشته باشید که میتونید با اد فرند دادن جایزش رو بگیرید اگه تا حالا نگرفتید. کلاسیک میده اگه اشتباه نکنم. این یکی میگه باید 100 تا فرند اد کنید، اینم کلاسیک میداد. این یکی میگه که باید شما به 3000 تا انرژی با چیزتون برسید، با پارتنرتون برسید. این یکی میگه که باید 600 تا لایک به دست بیارید. ببین ارن یعنی بگیرید و اگه به 600 تا برسه کلا 2 تا کوپن کلاسیک میده. خب باز خوبه دیگه، حالا کارش نمیشه کرد. این یکی فکر کنم میگه باید بدید 500 تا لایکو و میبینید برای من تا 314 تا رفته. ببینید بعد هر مچ شما سعی کنید که لایک بدید، هم لایک بدید، هم اگه با دوستاتون بازی میکنید که باش در تماسید بهشون بگید که حتما بهتون لایک بدن. اون دکمه لایک آل بعد از مچ رو بزنن تا لایکاتون زیاد شه. کار خاصی نمیبره بعد از هر مچ، خیلی راحت شما میتونید بگیریدش. این یکی بعدی میگه 1000 تا مچ بعد با فرندتون بازی کنید که میبینید بر من داره میرسه بالاخره. نزدیک 50 تا مچ مونده و اینجا بود اومد توش و بر من حدودا نزدیک 50 تا مونده مچ و وقتی به 1000 تا برسه 4 تا جعبه کلاسیک بهم میده. شما هم سعی کنید با دوستاتون همیشه پلی بدید، اگه دارید باشون در تماس باشید و مچ رو زیاد بازی کنید تا اینم انجام بدید.
و این یکی میگه که شما باید برسید به 1000 تا انرژی در واقع توی کلنتون برای 30 هفته و برای من میبینید تا 29 هفتهش تکمیل شده و وقتی به 30 تا برسه 2 تا جعبه کلاسیک میده بهم. شما حتما توی کلنتون سعی کنید که توی کلن اگه عضو نیستید عضو شید، اگه هم عضو هستید در واقع چیزاشو انجام بدید، مأموریتاشو. این یکی میگه که بعد 1000 تا یا 300 تا به ترتیب عدد داره بعد کلن ترینینگش رو انجام بدید. مأموریت های این روزانه است و اینش واقعا بده، یعنی شما هر روز فقط یه دونه میتونید انجام بدید و میبینید بر من 197 روزش انجام شده. کلا سخته، پیشنهادش نمی کنم چون تقریبا غیر ممکنه. این یکی منطقی تره. اینم که لایکاست گفتم. و این بخشم در واقع اچیومنت هاییه که اچیومنت های اکثرا سیزنه با اچیومنت های خاص که اضافه میشه به بازی. مثلا این یکی میگه که 200 تا مچ ورد واندر اگه پلی بدید در واقع بهتون 3 تاست. آره بهتون 3 تا کلاسیک میده. من تا 50 تاشو رفتم، 50 تاش فکر کنم پرمیوم میداد، یادم نمیاد چی میداد، ولی تا 50 تاشو شما انجام بدید یعنی پلی بدید، ولی بیشترش دیگه واقعا منطقی نیست. اگه حالا اهل بازی کردن ورد واندر هستید یا حالا واو، خلاصش میشه واو، ورد آف واندر یا به اختصار واو، اگه اهل بازی کردنش هستید خب دیگه این براتون خودکار تکمیل شده. این یکی بعدی میگه بعد 150 تا جعبه سولیدر کریت باز کنید. جعبه سولیدر از اونها که با بی پی باز میشه، بعد 150 تا باز کنید تا در واقع 40 تا اچیومنت پوینت هم بهتون میده و این کلاه خیلی خفن رو بهتون میده که همبرگر میذاره سرش و نماد قدرت و ثروت و باز کردن جعبه هست. و پیشنهاد میکنم که حتما بی پی هاتون رو جمع کنید در حد 100,000 تا. الان که تابستون هی پلی میدید کارت های بی پی 2 برابر ساعتی یا ایناتون رو بزنید، هی پلی بدید، بی پی هاتون رو جمع کنید و به 120,000 تا که رسید یه دفعه همه رو بزنید تا چیزای خوبی بهتون بده. مثلا من بعضی از چیزای لژندش رو تونستم بگیرم از جعبه سولیدر که با بی پی باز میشه و کلا خیلی خفنه دیگه. خب این بود از آموزش این بخش. اگه بازم از این آموزش رو دوست داشتید من لایک کنید و کانال نفس